اوه بالاخره رسیدم بالا ساعت‌ها رانندگی. چه شهر تخمی. اوه چه خونه‌های قشنگی داره اینجا. داداش. داداش سلام. خوبی سلامتی؟ حاجی اون چیه دست با بازیه نه؟ نه آره مشتی من به کمکت شدید احتیاج دارم. چه کمکی مشتی؟ میشه پیاده شی تا بهت بگم؟ آره پیاده شی. پریدی چه؟ گو داشت نزن ماشین برای تو اصلا نمیخوام هرچی تو جیبم هست من یه چند تایی تفنگ دارم اینجا میخوای اینا بده نه به هیچ کس نمیگم چه اتفاقی افتاد. مرسی. داشت این تفنگام قشنگه تفنگام جدیدیه. من باید یه کار اساسی دارم نشتی جان بفهمم. چی کار میکنی؟ کارهای خوب. داشتی چی کار میکنی؟ یه ساعت وقت داری. میخوام مطمئن بشم من اوکی. حاجی نگاه کن بیا از کنار به نگاه کن یه برآمدگی میبینی اونجا. آدم نمیبینمش. میخوای بریم اون پشت امتحان کنیم؟ باش بریم. حاجی دیدی دیگه من مردم دیگه درسته؟ اوکیه حاجی واقعا توی مرد واقعی هستیم. با مرام. عشق من. ببین داداش من یه مشکلی برام پیش اومده. یه سری میخوام منو خفت کنم. خب الان دقیقا مثل کاری که تو الان کردی. چی؟ الان دقیقا مثل کاری که تو الان کردی درسته؟ چی؟ هیچی بگذار. خب داشتم میگفتم قضیه از این قراره که من یه روز رفتم توی عمارت بزرگ دعوتم کرده بودم برای استخدام کار. بله درست. بعد من اونجا قرار بود نظافتچی بشم. خب بعد اونجا گفتن 2 تا اتاق شخصی هست. خب وقتایی که ارباب نیست این 2 تا اتاق رو تمیز کن. خب و من رفتم یه روز فکر کردم ارباب نیست. در اتاقو که با کردم دیدم ارباب مرد نیست. ایوه. خب آره و چون من حقیقت رو فهمیدم اونا الان دنبال من که به کسی حقیقت نگم. الان گفتی که وگرنه میکشنم. الان گفتی که الان قرار بکشن. خب چه روز گندی دوباره قرار بریم سگدو بزنیم برای دو قرون پول. حاجی این کی؟ مشتی من تو نمیشناسم احساس کنم قیافته یه جا دیدم. دقیقه صبر کن ببینم. یه سیبیل خوشگل، موی بلوند، لباس قرمز، شلوارجین آبی. شما رو نمیشناسم. حاجی یه ماه پیش من تو رو داخل شهر ال دیدم احساس میکنم. منو خفت کردی. یادمه سلام. آره یه بلدان خیلی بزرگ هم داشتم. آره یادمه. چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ مرسی دوش خیلی وقت هم دیگه رو ندیدیم. چرا قد وزن کم کردی؟ بشم تو متی رخورده بودی. آره حاجی بعد مرگم وزن کم کردم. اونطوری خیلی بیشتر بهت میومد حالا اگه بخوام رو راست باشم. آره حس خیلی خوبی داره وقتی لاغر شدم. آره بیا سوار ماشینم شو. من یه چند وقتی زدم تو کار سوسیس خیابونی. غذام زیاد بهداشت نیستش ولی خب دیگه پول در میاد دیگه. من سوسیسم خیلی دوست دارم. البته تو پولتر که بودم راحت‌تر میتونستم واسه دستشویی بشینم. بیا سوار شو بریم یکم گشت بزنیم. بریم. حاجی اون ماشینه چیه؟ کدوم؟ ماشین اوه شت. اوله. حاجی ماشین روشن نمیشه. دستو ببر بالا. اوکی سلام. بفرمایید. یا حسین حاجی تو با کیا در میون در طرفی؟ ماشینتون روشن میشه؟
سوارشین بریم بریم این ماشینه فقط ظرفیت 2 نفر داره داداش. هلیکوپتره چی؟ حاجی سوال خوبی بود. بیاین سوارشین بریم بعدا براتون توضیح میدم. سوارشین بریم. جان ویک سوار کرد. یا حسین کی راننده است؟ همین تویی. منم. نه من رانندم. بله من تا حالا هلیکوپتر سوار رانندگی نکرده بودم. حاجی بنازم. یکم حرفه نیستم. جان ویک چی شد که اومدی سراغ ما داش؟ جان ویک سوار کردیم. عرفان باورت میشه؟ حالا جان ویک بلند کردی. داش جان ویک چی شد که اومدی اینجا؟ چه ماشین خفنی داشتی؟ داش فایتون نبرده بودی داخل قصد. چرا بعد مرگم آزاد شدم. دیگه گفتم که آدم آزاد شد. بله ناله بده. از جمله آزادی بیش از حدی که با ماشین میای مردم میزنی. من دیگه جایزه بگیر شدم. هرچی تلاش کردم یه شغل جدید پیدا کنم، حتی شغل دنبال کی؟ ما اینجا شما مجرم نیستیم. امان از قدرت پول. گرفتارش شد. داشت تو دنبال کی؟ ما هیچ کدوممون مجرم نیستیم. بس میگم من استخدام کرد یکی رو بکشم. کیو بکشی؟ الان پشت سرم نمیتونم بگم. پشت سرت؟ داشت شرمنده. من نمیخوام دوباره یه اتفاق بیفته. وایسین اینجا بشینیم وایسین راحت صحبت کنیم. آره حاجی من چتونیزات آماده کرده بودم. آره چتونیزات آخر هلیکوپتره بود. یه دوتایی بود تو هم قبلش. ایو آروم عجیمتی لازر ازی نشد میزنم ها شوبش بیگ حاجی. اوکی بشی تو آزادی بریم. من با تو کار دارم. مشغولم آزادی بریم. منم اصلا دارم میتونم کمک کنم. داش بشی بشی چتونیزات دارم. برو دنباله. چتونیزاش کار نکرد. تو رو خدا یه دقیقه استوب کنم. بس سر چتر نجات نبود. اصلا کار کرده چتر نجات رب نداشت. من که پریدم یه ساختمون کوتاه‌تر اونجا بود. جونم هم کم بود دیگه. داشتی منم اتفاقا هم اونجا افتادم. گفتیم بریم دنبال ازاد. خب دوستان برای این قسمت کافیه. مرسی که ویدیو دیدین. لایک و آب فراموش نشه و سخنانتون بگین دوستان. همیشه قبل از پریدن پایین پاتون نگاه کنید. حله خب مرسی ویدیو دیدین. خدافظ.